سلام امروز اومدم مدل‌های مختلف پروژکتور رو بهتون معرفی کنم که ببینین کدومش مناسب شماست به راحتی تهیه کنین. مدل اول اداریه که به سقف وصل میشه، نیازم به پرده داره واسه نمایش که به نظر من مناسب مصرف خونگی نیست. مدل دوم از همون استوانه‌ایاست که بهتون گفتم میتونین تغییرش بدین، تصویرتون رو به سقف بزنین یا هر جای دیگه که دوست دارین. از طریق پایه هاش میتونین تنظیم کنین تصویر رو 90 درجه یا کامل بچرخونین که به سقف بخوره. از همین استوانه‌ای هم مدل محکبیش هست، رنگای مختلفی دارن، توسی داره، سفید داره، مشکی هم داره. هر کدومی که دوست داشته باشین میتونین تهیه کنین. همین استوانه‌ای باشه، صفحه نمایش داره رو خود دستگاه، میتونین لنزشو خاموش کنین که دیگه تصویر رو دیوار نیفته و از طریق خود ویدیو پروژکتورتون نگاه کنین. میتونین تصویرشو به سقف بزنین یا هر جای دیگه که دوست دارین. یه مدل دیگه هم الان دیدم داخل اینترنت ولی تو بازار فکر نکنم دیده باشم، چون مدل‌های مختلف رو نگاه کردم این داخل بازار نبود. این مدلی خودش پایه داره. این مدل هم که شبیه مال ماست، فقط تنظیم لنزش فرق داره و متفاوته که اینطوری شبیه یه اهرم داره بالاش که میتونید تنظیمش کنید. داخل کامنت ها یه نفر سوال پرسیده بود که بالاخره نگفتی راضی هستی از خریدت یا نه. خواستم بگم داخل ویدیوها دقیق نگاه کنید، کامل تجربه شخصیمو واسهتون به اشتراک میذارم. هر ویدیوی بلندی که میگیرم یه ویدیوی کوتاه از همون ویدیوی بلند درست میکنم میذارم داخل پیج که اگه شما دوست داشتین برین ویدیوی بلند رو ببینید. ولی یه عده اومده بودن گفته بودن ویدیوت کامل نیست، به خاطر اینکه نرفته بودن ویدیوی بلند پیج رو ببینن. خواستم این موضوع هم بهتون بگم. صرفا خودتون باید انتخاب کنین که چه مدلی به فضای منزلتون میخوره یا اصلا شاید برای فضای بیرون بخواین. حتی تورای گردشگری هم داخل تورای یک روزه یا شبمانیشون ویدیو پروژکتور نیاز دارن که تهیه کنن، شب دور آتیش بشینن یه فیلم تماشا کنن که خیلی هم ایده جالبیه. حقیقتا ویدیو پروژکتور به من حس خوبی داد، خیلی دوست داشتم، برام یه حس تازگی داشت، خیلی باحال بود که راحت دیگه میتونم تو اتاق پلی استیشن بازی کنم، فیلم نگاه کنم. خیلی برام تجربه باحالی بود. یا حتی کلیپ هایی که داخل گوشیم آموزشیه میتونم راحت بندازم و نگاه کنم. یه نکته دیگه راجع به ویدیو پروژکتور که تو ویدیو قبلی نگفته بودم، بلوتوث دارن. خب شما میتونید، من این اسپیکر رو استفاده میکنم چون تو خونه داشتم، صداشم عالیه، شارژم خوب نگه میداره، به ویدیو پروژکتور وصل میکنم و صداش رو از طریق این میشنوم. نه که بگم صدای ویدیو پروژکتور اصلا خوب نیست، مدل‌های مختلف داره، استاندارد، اسپورت، فوتبال، هر صدایی که دوست داشته باشین اکو بهش میده، صدا رو بم میکنه، صدا رو کم میکنه. همه مدل تنظیماتی میتونین روش انجام بدین، ولی بعضی وقتا هم از طریق اسپیکر دوست دارم صداشو بشنوم. خیلی راحت با بلوتوث به هم دیگه کانکت میشن و امیدوارم که این کلیپ هم دوست داشته باشین و کمکتون کرده باشه. تا ویدیوی بعدی، خدافظ.